تمرین میدهد اگر اشتباه نکنم، یا رزق‌الدین رجبوف. راستی اشتباه نکردم، مسلمبک کریموف پهلوان سبز پوش این از خوتالان است، تحت راهبری رزق‌الدین رجبوف مشق ورزی میکند و مرزاد صوفیوف تحت راهبری رؤوف حکومت، پهلوان باشگاه ورزشی درخشان ناحیه جبار رسولوف. یکی در بخش 3، دیگری در بخش 4 دانشکده تربیت جسمانی تحصیلی علم دارند و هر دو هم پهلوانی چابک و ماهر و خیلی با استعداد محسوب می‌یابند. مرزاد صوفیوف در رده‌بندی بهترین های جوانان در صدر جدول است در حدود تاجیکستان و مسلمبک کریموف هم در چمپیونات مملکت و اکثر مسابقه ها می‌بینیم که این ورزشگر تا به مرحله های نهایی و جایزه های افتخاری را کسب می‌کند. به همان سگانه بهترین شامل است. در وطن محبوب ما تاجیکستان عزیز بسیار هم این عید اجدادی، تنتنه استقبال نوروز با شکوه و نصرت و جلال خاصه تجلیل می‌گردد و خصوصا با برگزاری چهاربینی‌های خیلی سطحی با شکوه. قبلا ورزشگران برای دریافت یک جایزه، یک مکافات عادی ترینه که ارزش خیلی کم داشت، پای افضل یا خلعت یا چیزی دیگری گویم که بسیار هم مبلغ ناچیز رو در بر میگرفت. با آهسته آهسته در مهر زاد بدن امتیاز ستانید از مسلم کریموف مسلمبک. بله، مسلمبک کریموف امتیاز بدن رو از رقیب خیلی قوی خود ستانید و در مورد انا همان جایزه های ارزنده سخن گفتیم که امروز قدر و منزلت پهلوانان هم بالا رفت. این کار رو دستاندرکاران ساحه ورزش خیلی خوب به راه ماندن که در تلاش و تکاپوی ورزشگران ببینید که در سطح بین المللی جایزه ها، مکافات های عالی که ارزش 130,000 سومانی را دارند تأسیس داده می شود که این قدرشناسی از جانب دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان است، از جانب رئیس شهر دوشنبه که پهلوانان ما هم به سمت ورزش های باستانی توجه خاصه کنند و با این وسیله از حساب انعام های عالی و ارزنده تمرین خود را در منبعد هم منتظم بر راه مانند و با این وسیله به کشورهای دیگر البته حق شرکت را در مسابقه های دیگر پیدا کنند و این وسیله زمینه اساسیش شرفمندی وطن محبوب ما، پرافشانی پرچم کشور است. در مبارزه هر دو ورزشگر هم باز نیروسنجی و مسئولیت خیلی خوب به مشاهده می رسد. هر دو پهلوان هم توجه خاصه به نتیجه دلخواه دارند، اما مسلمبک کریموف با یک بدن اولو پیش صف است. ای ای ها 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 ها، جوان قشنگی نه چندان سفید پوشی عزیز میدان، ورزشگر خوتالان خیلی هم خوب جرأت کرد و موفق شد. آفرین.
مبارزه خیلی جالب بود و مسلم بک کریموف در حقیقت اینجا هم خیلی هنرش افضلی داشت، خیلی و خیلی.